سلام علیکم. من امروز اومدم با مشتری پا. البته مشتریم پا نیستا، میخواد روی پاش تتو بزنه. اول میرم سراغ نظافت. من خیلی وسواس دارم، قشنگ تختو با الکل تمیز میکنم. البته یه جاشو برداشتن با سیگار سوزوندن نامردا. آرمرستو خیلی قشنگ الکل میزنم، رولر رو تختو میندازم، سلفون آرمرستو میکشم، میرم سراغ ترولی. این ترولی که دارید میبینید خیلی قدمت داره. بعد بچه‌ها من یه راهکار دارم، با چسماتیکی برمی‌دارم کپسامو پد زیر کپسامو میچسبونم، خیلی خوبه. به شما هم توصیه میکنم این کار انجام بدیم. خب زیاد حرف زدم، بریم سراغ ادامه کار. ببینید وقتی میخوای کارو استنسیل کنی خیلی مهمه، باید قشنگ تمیز بچسبونی. البته رو دوقل پای خورده سخته و ما کارو انجام دادیم، میدونید که من مرد میدانم. کارو زدم با جذابیت کامل، اینم ارائه خدمت شما. نظرتون رو بگید بهم، دوستتون دارم.